سلام، اسم من هدیه است. میخوام داستان زندگیمو واسهتون تعریف کنم تا بهتون بگم یه سری این چیزایی که ما فکر میکنیم فقط توی قصه ها یا فیلم ها هست واقعا برای من رخ داده. من از نزدیک تجربهشون کردم. من توی یه خانواده مرفه به دنیا اومدم و از همه نظر همه چیز برای من تامین بود. از سن کم کلاس زبان و کلاس ورزش و حتی گهگداری هم موسیقی میرفتم. خانواده منو بهترین مدرسه و بهترین مؤسسه های تهران ثبت نام می‌کردن. یه دونه بچه بودم و به شدت عزیز. پدرم از سهامدارای شرکت‌های بزرگ بود و مادرم هم توی همون شرکت پیش پدرم کار می‌کرد. با هم تونسته بودن یه زندگی خیلی خوبی رو برای من و خودشون فراهم کنن. ما تقریبا هیچ مشکلی نداشتیم. وقتی 16 سالم شد می‌خواستم برم دبیرستان، خانواده‌ام بهم اجازه دادن که هر رشته‌ای که دوست دارم برم. اما من به خاطر پدرم که علاقه شدیدی به ریاضی داشت، ته دلشم دوست داشت من ریاضی بخونم اما بهم نمیگفت که مجبورم نکنه، رفتم رشته ریاضی تا بعداً برم سمت مهندسی. 3 سال دبیرستانم رو توی یه مدرسه عالی تموم کردم و برای کنکور پدرم منو بهترین کلاس کنکور پیش بهترین دبیرا ثبت نام کرد تا بتونم دانشگاه قبول بشم. اما من دختر شیطونی بودم و زیاد هم سر درس تمرکز نداشتم. برای همین با اون همه خرجی که پدرم پرام کرد دانشگاه دولتی قبول نشدم. پدرم گفت اشکالی نداره عزیزم. منو یه دانشگاه غیر دولتی با شهریه خیلی بالا ثبت نام کرد. توی دوران دانشگاه با یکی از دخترها کمی رفاقتمون نزدیک شد. اونم یه گروه واسم فرستاد. منم توش جون شدم. حسابی ذهنمو درگیر کرده بود چون کلی دختر و پسر همسن و سال خودم توی اون گروه بودن که صبح تا شب چت می‌کردن و بعضیاشون حضوری هم اکیپ می‌شدن. با هم می‌رفتن بیرون، شمال، جنوب و هر مسافرتی که فکرشو کنی. اما خب من پدرم یکم روی این مسائل حساس بود. منم اصلا حتی موضوعشو بیان نمی کردم که جواب منفی بشنوم. یه شب که توی همون گروه داشتم چت می کردم، یکی از پسرایی که اونم توی گروه فعال بود اومد پیویم و شروع کرد با هم حرف زدن. یه جوری حرف می زد که خیلی زود جذبش شدم. پسر با اعتماد به نفسی بود. انگار راجع به هر موضوعی اطلاعات داشت. این خودش خیلی بهش پرستیژ میداد. یه مدت با هم توی تلگرام چت کردیم و چند وقت که گذشت بهم گفت بیا بیرون ببینمت. اما خب من همچنان به خاطر پدرم میگفتم که نه و امکانش نیست. اما هر چی میگذشت اون بیشتر اصرار میکرد. اسمش کیارش بود، تحصیل کرده یه دانشگاه خودمون بود. اما دیگه چند سالی بود فارغ التحصیل شده بود و داشت کارا رو میکرد که از ایران خارج بشه. پناهندگی بگیر و یا از طریق اپلای کردن بورسیه بره اونور رو ادامه تحصیل بده. کیارش انقدر اصرار کرد بریم بیرون، دوست دارم ببینمت، تا آخر راضی شدم. تصمیم گرفتم که قایمکی برم ببینمش. به مامانم گفته بودم با فرنوش دوست دانشگاه میریم یه سر منابعی که احتیاج داریم و از میدون انقلاب پیدا کنیم و بخریم. اونم قبول کرد. کیارش منو دعوت کرده بود به یه کافه خیلی با کلاس. منم خیلی از اونجا خوشم اومده بود. وقتی که دیدمش فهمیدم که از عکساش خیلی خوش‌تیپ‌تره. اونم به من گفت که از عکسام قشنگ‌ترم. ما کلی با هم خندیدیم و من دیگه باید برمیگشتم خونه. خدافظی کردیم و من اومدم خونه، اما کیارش از ذهنم نمیرفت بیرون. به خاطر همون دلبستگی کوچیکی به کیارش پیدا کردم، وقتی بهم گفت دوباره بریم بیرون نتونستم مقاومت کنم. به همون روش قبل رفتم دیدمش. اما این دیدارهای ما ادامه دار شد و من تا مدت‌ها قایمکی میرفتم دیدن کیارش. اونم توی جاهای مختلف شهر. تا اینکه یه روز که توی یه کافه کتاب نشسته بودیم، کیارش داشت قربون صدقه من میرفت، نگاه کردم و دیدم که بابام بالا سرمونه. از تعجب داشتم سکته میکردم. بابام بلندم کرد، از اونجا منو برد بیرون. تا چند وقت اجازه از خونه بیرون رفتن رو بهم نمیداد. حتی کلاسامو عقب انداخته بود. بابای من آدم خوبی بود و همه امکانات رو برای من فراهم کرده بود. اما روی پسر و دروغ گفتن خیلی حساس بود. منم گندی زده بودم که هیچ جوره نمیشد جمعش کرد. گوشیمو ازم گرفت که دیگه هیچ پل ارتباطی با کیارش نداشته باشم. فهمیدم وقتی بهم شک کرده بوده راننده شرکتشو فرستاده بود تا تعقیبم کنه. اونم آمارمو به بابام داده بود که با یه پسره میام بیرون. بابامم رگ غیرتش باز کرده بود و اونجوری اومده بود سراغم.
وقتی خانوادم از کارهای من باخبر شدن، به این نتیجه رسیدن که شیطنت‌های من دیگه زیادی شده. تصمیم گرفتن که دیگه اجازه بدن برام خواستگار بیاد و شاید بهتر باشه ازدواج کنم. من خودم خیلی از این که ازدواج کنم بدم نمی اومد. اما دلم میخواست با کسی ازدواج کنم که از قبل باهاش آشنا شده باشم. واقعا دوستش داشته باشم. اما دوست داشتم با کیارش ازدواج کنم. اما کیارش اقدامی برای ازدواج با من نکرده بود. اون دیگه هیچ وقت پیداش نشد و البته خانواده منم کیارش واسهشون تموم شده بود. میگفتن اصلا حتی اسمش رو جلوی ما نیار. برای همین روی خودم کلی کار کردم تا تونستم مهر کیارش رو از دلم پاک کنم و تصویرش رو توی ذهنم کمی محو کنم. چند تا خواستگار واسم اومد، اما من از هیچ کدومشون خوشم نمی اومد. همشون رو رد کردم. به مامانم میگفتم من هیچ وقت قرار نیست به روش سنتی ازدواج کنم. از هیچ پسری که توی جلسه خواستگاری دفعه اولی که میبینمش خوشم نمیاد. اما مامانم میگفت صبور باش. شاید یکی اومد که همه ی حرفاتو نقص کرد. واقعا هم همینطور شد. یه روز یکی از همکارای پدرم که آدم پولداری بود، خیلی هم خانواده هامون با هم رو درباسی داشتن و آبرو داشتن جلوی همدیگه، برای پسرشون اومدن خواستگاری من. پسرشون خیلی خوش‌تیپ و آقا بود. همون موقع که دیدمش از وجناتش خوشم اومد و واقعا همه ی حرفام و خط و نشونایی که کشیده بودم و کنار گذاشته شدم. از اونجایی که خانوادم با ازدواج من با اون پسر که اسمشم احمد بود خیلی موافق بودن، همه چیز خیلی سریع پیش رفت و ما برنامه یه عروسی خیلی بزرگ و مجلل توی یکی از بهترین تالارهای تهران رو ریختیم. بابای احمد واسش یه خونه توی بالا شهر گرفته بود. بابای منم بهترین جهازیه ممکن رو تهیه کرده بود. احمد پیش باباش کار میکرد، اما قرار بود خیلی زود از باباش جدا بشه و خودش یه شرکت جداگانه به اسم خودش بزنه. پسر تحصیل کرده ای بود. برنامه‌های خیلی خوبی برای آینده‌اش داشت. بالاخره روز عروسیمون فرا رسید و من یه لباس شبیه لباس سیندرلا سفارش داده بودم. قرار بود توی شب عروسیم شبیه پرنسسا بشم. از صبح زود رفتم آرایشگاه و یه آرایش خیلی قشنگ روی صورتم انجام داد. همه خانم‌های توی سالن ازم تعریف کردن و گفتن که خیلی خوشگل شدی. من تنها رفته بودم اون آرایشگاه، چون دوست داشتم هیچ کسی منو نبینه و وقتی تغییر میکنم همه وقتی منو میبینن سورپرایز بشن. احمد زنگ زد و گفت بیادم در آرایشگاه. تا چند دقیقه دیگه راننده رو میفرستم بیاد دنبالت که ببرتت باغ برای عکاسی. منم تا یکم دیگه میام اونجا. من خیلی شوق و ذوق داشتم. آرایشگاه توی یه ساختمون چند طبقه‌ای بود. سری دویدم و اومدم پایین دم در آرایشگاه. وقتی دم در وایسادم یه ماشین مدل بالا اومد دنبالم. اما یه پسر پشت فرمون بود که من نمیشناختمش و قبلا هم به عنوان راننده احمد ندیده بودمش. اما وقتی رسید جلوی پام گفت خانم حیدری بفرمایید سوار بشید. من و آقا احمد فرستاده دنبالتون تا ببرمتون باغ برای عکاسی. وقتی اینو گفت مطمئن شدم که راننده احمد رو سوار شدم. اما راننده هرچی میرفت به باغ نمیرسید. منم آدرس اون باغی که احمد رزرو کرده بود رو بلد نبودم. هی از راننده سوال میکردم پس کی میرسیم؟ اون میگفت راه دور خانم، تا یکم دیگه میرسیم. من دیگه نگران شدم. اومدم یه SMS به احمد یا بابام بزنم که من به این پسر مشکوکم، اما دیدم که موبایلم چون از دیشب به شارژ نزده بودمش، از صبحم اومده بودم بیرون شارژش خالی شده و خاموش شده بود. دیگه علنا هیچ کاری ازم بر نمیومد. باید صبر میکردم ببینم راننده چه خیالی داره. هی ازش سوال کردم که آقا داری منو کجا میبری؟ اما این آخریا دیگه جوابمو نمیداد. همینجوری با سرعت میروند. ما دیگه داشتیم به بیراهه و جاده خاکی میرفتیم. خیلی ترسیده بودم و جیغ و داد میکردم. اونم جوابمو نمیداد. میخواستم در ماشین رو باز کنم خودم رو پرت کنم پایین، اما درای ماشینم قفل بود. سعی کردم با راننده گلاویز بشم، اما زورم بهش نرسید. منو پرت کرد و عقب و بالاخره وایساد. خودش در رو باز کرد و منو به زور جلوی یه سوله پیاده کرد. منو کشون برد توی اون سوله. خیلی ترسیده بودم، فقط گریه میکردم. اون مرد محکم دستامو گرفته بود که حس میکردم دستام الان میشکنه. دستامو با طناب بست، بعدش هم منو به یه ستون وسط اون سوله خالی بست. یه صندلی گذاشت و نشست رو بروم. چهرهش حتی واسم آشنا هم نبود. مدام جیغ و داد میکردم. انقدر فریاد زدم تا خسته شدم. اونم خسته و عصبانی شد و بالاخره بلند شد و یه پارچه پیدا کرد. محکم دور دهنم بست. دیگه فقط میتونستم اشک بریزم.
حدود 2 روزی من توی اون سوله نگه داشته بودن. فقط گهگداری به هم کمی آب یا یه تیکه نون میدادن. چون که دختر لاغر و ضعیفی بودم چند باری از حال رفتم. لباس عروس قشنگم توی مقاومت کردن در برابر اون مرد پاره و کثیف شده بود. بعداً فهمیدم که خانواده خودم و خانواده احمد همه جا رو دنبالم گشته بودن. وقتی عروس رو پیدا نکرده بودن، آبروشون جلوی همه مهمونا رفته بود و آخرش هم که از من خبری نشد. عروسی رو کنسل کردن و مهمونا رو فرستادن خونهشون. اون مردی که منو دزدیده بود، یه روز بعد از این که خیالش راحت شد عروسی من نابود شده، منو با همون تن ناتوانم برگردون دم در خونه خودمون. همونجا هم رهام کرد دم در. سعی کردم پلاک ماشین رو حفظ کنم، اما دیگه جونی توی تنم نمونده بود. چشام سیاهی رفت و افتادم. توی مدتی که توی اون سوله اون مرد مستقیم روبروم نشسته بود و به هم زل زده بود، به این نتیجه رسیدم که قیافش یه گیریمی داره. چون سیبیلش به نظر مصنوعی می اومد و رنگ و لعاب صورتش رو چند ساعت یک بار کم رنگ می شد. به بهونه سیگار می رفت و تمدیدشون می کرد. فهمیده بودم با آدمای حرفه‌ای طرفم که حتی آدرس خونمون رو هم بلد بودن. چشامو که وا کردم دیدم توی بیمارستانم و مامانم کنارم نشسته. دستمو هی فشار میده و داره گریه میکنه. وقتی دید من به هوش اومدم، اشکاشو پاک کرد و گفت عزیزم حالت چطوره؟ منم زدم زیر گریه. منو برگردوندن خونه و پدرم بعد از این که مطمئن شد من حالم خوبه، رفتارش با هم سر و سنگین شد. بهش میگفتم آخه من چه گناهی دارم؟ من به پلیسم توضیح داده بودم که اون منو دزدیده، ولی حتی انگشتشم به هم نخورد. اما گمونم بابام باور نکرد. هنوز فکر میکرد که به هم تجاوز شده. من به مامانم هم گفتم و توی خونمون فریاد زدم که اون مرد عوضی هیچ دست درازی به هم نکرد. بابام گفت همین که سر عروسی حاضر نشدی برای ما کافی بود تا آبروی چندین سالمون جلوی مهمونامون و جلوی اون خانواده محترم بره. میگفت دیگه حتی باهاشون کارم نمیتونم بکنم. احمد بعد از اون شب حتی یه زنگم به هم نزد. حتی اونم فکر میکرد که به هم تجاوز شده و دیگه دست خورده شدم. فقط مامانم حرفمو باور کرد. اما اونم به هیچ کس نتونست ثابت کنه تا آخرش پزشک قانونی بهشون گفت که این دختر دست نخورده. اما دیگه فایده ای نداشت. آبروی پدرم رفته بود و منم توی چشم همه یا یه عروس فراری جلوه میکردم یا یه دختری که بهش تعرض شده. بعد چند وقت فهمیدیم که بابام توی کارش یه چندتایی رقیب داره که میخوان سر به تن بابام نباشه و دوست دارن از کارش بیکارش کنه. باعث بشن سرمایه‌اش افت کنه. حتم داشتیم کار یکی از هموناست که این برنامه رو چیده تا آبروی بابای منو ببره. با دشمنی و جدایی انداختن بین بابام و بابای احمد. بتونه چند تا از رفیقای بابای احمد رو هم از شرکت بابام دور کنه. و اینجوریه که بازار بابای منو کساد کنه. اما خب ما هیچ وقت موفق نشدیم اینو به پلیس ثابت کنیم. هیچ وقت هم نفهمیدیم که کار کدوم یکی از رقیبای بابام بود. من روحیه‌مو از دست داده بودم. توی خونه مونده بودم و گهگداری سرگرمی که داشتم همون گوشی بود. مامانم بعضی وقتا سعی میکرد دلداریم بده اما فایده ای نداشت. غرور من شکسته شده بود و آبروی بابامم رفته بود. هیچ جور قابل جبران نبود. یه روزی که طبق معمول داشتم با گوشیم ور میرفتم، دیدم یه پیام ناشناس دارم. فرستاده سلام، حالت چطوره؟ پرسیدم شما؟ گفت کیارشم. به جا آوردی؟ خیلی تعجب کردم که کیارش بعد از این همه مدت که هیچ خبری ازش نبود به هم پیام داده. گفتم بفرمایید. گفت حرفای زیادی دارم. میتونی بیرون منو ببینی؟ بهش گفتم من کاری با تو ندارم که حتی یه سراغ از من نگرفتی. گفت اتفاقا همین چیزا رو میخوام توضیح بدم. من مامانم رو صدا کردم و بهش گفتم که اینجوری شده و کیارش به هم پیام داده. مامانم زن منطقی و مهربونی بود. چون میدونست حال روحی من داغونه، با خودش فکر کرد که شاید کیارش بتونه حالمو بهتر کنه. برای همین به هم اجازه داد که برم و کیارش رو ببینم. با کیارش توی یه کافه قرار گذاشتیم. وقتی اومد دیدم نسبت به اون ساله کمی لاغر شده و زیر چشماش گود شده. خودش گفت سر کار میره و کارش سخته. برای همینه که اینطوری شده. گفتم خب برای چی میخواستی منو ببینی؟ گفت میدونم همش به این فکر میکردی که من چقدر بی‌معرفتم که نیومدم سراغت. اما من میخواستم بیام، اما نتونستم. پرسیدم نتونستی؟ یعنی چی؟ کیارش گفت
پدرت وقتی تو رو برد خونه بعدش نوشاشو فرستاد سراغم. کلی کتکم زدن. پدرت منو تهدید کرد که اگه بیام سراغت منو میکشه. میگفت بابام بهش گفته دخترم نامزد داره. سعی نکن زندگیشو خراب کنی. وقتی کیارش اینو گفت فهمیدم بابام از همون موقع احمد رو برای من زیر سر گذاشته بود تا از این طریق بتونه کسب و کار خودش رو هم گسترش بده، هم قوی تر کارش رو ادامه بده. وقتی کیارش برام تعریف کرد که چقدر بابام اذیتش کرده که سمت من نیاد، خیلی عصبانی شدم و رفتم خونه. وقتی بابام از سر کار برگشت بهش گفتم چرا اون بلاها رو سر کیارش آوردی. منتظر بودم تا بابام حرفای کیارش رو تکذیب کنه و بگه اون پسر دروغ گفته. اما بابام اصلا حرفای کیارش رو رد نکرد و گفت من میخواستم خوشبخت بشی و با احمد ازدواج کنی که پسر پولدار و آینده داریه. بهش گفتم بابا به خاطر من این کارو کردی یا به خاطر خودت؟ وقتی اینو گفتم بابام ساکت شد و گذاشت و رفت. هنوز از خونه بیرون نرفته بود که داد زدم من میخوام با کیارش ازدواج کنم. کیارش بهم گفته بود که من هنوز دوستت دارم. ازم خواسته بود که بیاد خواستگاریم. من به مامانم خبر دادم و اونم به بابام گفت. چند روزی با بابام قهر بودم. اما بابام گفته بود حالا که آبرومون رفته دیگه چه فرقی میکنه با کی ازدواج کنه. معلوم بود که دیگه راضی شده که من با کیارش ازدواج کنم. بابام میخواست من زن احمد بشم تا از این طریق بتونه سرمایه خودش رو تقویت کنه. اما حالا که همه چی برباد رفته بود دیگه براش فرق نمیکرد دامادش کی باشه. چون حتی احتمال میداد که کسی با من ازدواج نکنه. کیارش میگفت میترسیدم بیام سراغت، اما وقتی به گوشم رسید که عروسیت اینجوری شده حدس زدم که دیگه بابات کمتر سختگیر و حاضر میشه دخترش رو به من بده. من برای کیارش قسم خوردم که من هنوز پاکم و نجابتم رو دارم. کسی به هم دست نزده. اونم حرف منو باور کرد و گفت من بهت اعتماد دارم. خانواده کیارش خانواده معمولی بودن. پدرش کارگر شهرداری بود و مادرش خانه‌دار. خود کیارش هم به تازگی کارمند بانک شده بود و حقوقش بد نبود. اما خونه نداشت. فقط یه دونه موتور داشت. بابام بهم گفت مطمئنی داری چی کار میکنی؟ گفتم آره. کیارش یه دونه خونه وسط شهر اجاره کرد و ما با هم عروسی کردیم. اما بابام دیگه زیاد واسم سر و صدا راه انداخت. خیلی بی سر و صدا منو فرستاد خونه یه شوهر. گفت هر گلی زدی به سر خودت زدی. اما مامانم برام خوشحال بود که دارم با کسی ازدواج میکنم که صادقانه منو دوست داره. ما با کیارش رفتیم سر خونه زندگیمون. اما من یه سری رفتارای عجیب ازش میدیدم. به بهونه‌های مختلف میرفت بیرون. هر روز بیشتر از دیروز لاغر میشد و حتی پوستش تیره شده بود. من یه مدت رفتم کلاسای منشی دندون پزشکی. بعدش هم به کمک مامانش پیش یکی از آشناهاش استخدام شدم توی دندون پزشکی. یه روز که از سر کار برمیگشتم خیال میکردم کیارش هم سر کاره. وقتی در رو باز کردم رفتم تو دیدم یه بوی میاد و در کمال تعجب دیدم که کیارش سر بساط نشسته. داره مواد میکشه. وقتی منو دید هول شد و دست و پاشو گم کرد و گفت ببخشید. سری جمع جور کرد. من زدم زیر گریه و گفتم کیارش داری چی کار میکنی؟ اینا چیه؟ فهمیدم کیارش خیلی وقته که داره این کار رو انجام میده. خیلی وقته که معتاد شده. اما به من نگفته بود. لاغری و تیره شدن پوستشم به همین خاطر بود. خیلی عصبانی بودم. خیلی هم دلم واسش سوخت. کیارش زد زیر گریه و گفت تو رو خدا منو ببخش. به خدا دست خودم نیست. نمیتونم جلوشو بگیرم. بهش میگفتم میبرم از کمپ. ترک میکنی، اما میگفت نمیشه. ازش پرسیدم چی شد رفتی سمت مواد؟ گفت نمیتونم بهت بگم. اما من خیلی پاپیش شدم و ازش خواهش کردم واسم تعریف کن. کیارش گفت وقتی پدرم نوشاش کیارش رو کتک زدن تا چند روز بسته بودنش بهش مواد تزریق میکردن که کیارش دیگه نتونه روی پا وایسه. من از این حرف کیارش خیلی تعجب کردم. فکر میکردم دیگه این بار داره دروغ میگه و پیاز داغش رو زیاد کرده. اما رفتم سراغ بابام و ازش در این مورد سوال کردم. بابام بدون اینکه این مسئله رو پنهون کنه گفت آره من این بلا رو سرش آوردم تا دیگه سمت تو نیاد. یه وقت بعد ازدواجت با احمد خیال برش نداره بیاد بیفته توی زندگیت. اما خب زندگیت با احمد که از هم پاشید و کیارش هم که دوباره اومد سراغت و باهات عروسی کرد. تازه از این حرفای بابام فهمیدم که خود احمد و پدرش هم توی این مسئله دست داشتن. دلم میخواست یه سیلی بزنم توی گوش بابام، اما احترام سنش رو نگه داشتم. برگشتم خونه و تا مدت‌ها دیگه حتی اسم بابام رو هم نمی آوردم.
ارتباطم با پدرمو کاملا قطع کرده بودم. فقط گهگداری با مامانم پشت تلفن حرف میزدم. اونم کلی گریه و زاری میکرد که بیا و اینجوری نکن از این حرفا. اما من همچنان از بابام کینه به دل گرفته بودم و به خاطر کار ناجوان مردانه‌ای که با یه جوون کرده بود. تمام تلاشمو میکردم تا به کیارش کمک کنم که ترک کنه، اما نمیشد. بدنش دیگه زیادی به مواد وابسته شده بود. خیلی سختش بود. حتی سعی کردیم توی خونه ببندمش، اما نمیشد. میترسیدم اتفاقی واسش بیفته یا خدایی نکرده بمیره. از دستش بدم. آخه بدنش خیلی ضعیف شده بود. ممکن بود نتونه ترک کنه و دووم بیاره. با کلی خواهش و تمنا راضیش کردم که ببرمش کمپ بخوابونیمش. شاید اینجوری بتونه ترک کنه. رفتیم اونجا و نزدیک 1 ماه بستری شد. توی یه مدتی که کیارش توی کمپ بود، یه شماره ناشناس با هم تماس میگرفت و دیگه از دستش آسی شده بودم. تصمیم گرفتم جوابشو بدم. وقتی بالاخره جواب دادم که دیدم صدای احمد پشت تلفنه. سری تلفن رو قطع کردم، اما اون بیخیال نمیشد و یه ریز زنگ میزد. آخر سر دوباره جواب دادم و گفتم چیه؟ گفت من هنوز دوستت دارم. گفتم الان یادت افتاده؟ گفت نمیتونستم باهات عروسی کنم چون بابام مجبورم کرده بود ازت فاصله بگیرم. بهش گفتم بره گم شو، تلفنش رو قطع کردم. اما همچنان پیگیرم بود و بهم زنگ میزد. هی پیام میداد بهم. هر کاری میکردم دست از سرم برداره بر نمیداشت. منم مجبور شدم خطمو عوض کنم و یه خط دیگه بگیرم. 1 ماهی که لازم بود کیارش روی کم باشه سر رسید. توی تمام این مدت من حتی نمیتونستم ببینمش. چون شرایط جایی که توش مونده بود اینجوری بود که اصلا نباید هیچ دیداری با خانوادش داشته باشه. چون میگفتن اینجوری بیمار هوایی میشه و نمیتونه طاقت بیاره. تحمل وضعیت براش سخت میشه. منم هر چیزی که بهم گفته بودن رو رعایت کردم. به امید اینکه کیارش حالش خوب بشه. رفتم دنبال کیارش. وقتی دیدمش چندین کیلویی وزن کم کرده بود. شده بود پست استخون. خیلی نگرانش شدم. اما پوستش روشن شده بود و دکترش میگفت همینجوری ادامه بده وزنش هم خوب میشه. حداقلش اینه که بدنش الان سالم و پاکه. کیارش رو آوردم خونه. یه غذای مفصل و مقوی هم واسش درست کرده بودم تا جون بگیره. اما کیارش تا چند وقت اشتهاش به هم ریخته بود و درست غذا نمیخورد. منم خیلی نگرانش بودم. یه روز به مناسبت خوب شدن کیارش یه مهمونی کوچیکی ترتیب دادم تا کیارش خوشحال بشه. فقط چند تا از دوستامون رو دعوت کرده بودم و زیاد شلوغ نبودیم. شامو خوردیم و همگی رفتیم توی حیاط نشستیم. چون هوا خوب بود گفتیم یه هوایی به کلمون بخوره. کیارش اون شب خیلی بیقرار بود. گفت یه سر میرم بیرون و برمیگردم. اما وقتی ازش پرسیدم کجا میری درست جوابمو نداد. کیارش انقدر برنگشت تا دیر وقت شد. مهمونامون رفتن و نگرانش شدم. اما هرچی بهش زنگ میزدم جواب نمیداد. یهو دیدم در باز شد و اومد تو. وقتی اومد یه راست رفت توی اتاق. وقتی دستشو کرد توی جیبش سریع رسیدم بالا سرش. دستشو کشیدم به زور مشتشو باز کردم. دیدم که مواد توی دستشه. بهش گفتم کیارش این چه کاریه؟ دوباره گفت ببخشید حالم خیلی بد بود نتونستم جلوی خودمو بگیرم. مواد از دستش قاپیدم و گفتم 1 ماه این همه زحمت کشیدی. این همه جفتمون سختی تحمل کردیم. حیفه که حالا اینقدر زود جا بزنی. با ملایمت باهاش حرف زدم. تمام تلاشمو کردم تا راضیش کنم اون موادو بریزه دور. اونم قبول کرد. با هم رفتیم توی دستشویی و موادی که خریده بود و ریختیم توی فاضلاب. نصف شب بود که با هم مقاومت کیارش رو جشن گرفتیم. یه شم روی یه کیک فنجونی گذاشتیم. کیارش هم فوتش کرد. همه چیز خوب بود و حالمون با هم دیگه خوب بود. تا اینکه به کیارش خبر دادن خواهرش کرونا گرفت و چون که مشکل قلبی داشته بستری شده. مدام به خواهرش سر می‌زدیم اما قرنطینه شده بود. نمیتونستیم بهش نزدیک بشیم. خواهرش جوون بود اما مادرزاد قلبش مشکل داشت. برای همین کرونا حسابی از پا درش آورده بود. دکترم به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به خوب شدنش نیست. خواهر کیارش بعد چند روز توی همون بیمارستان فوت شد. فوت شدن خواهر کیارش خیلی روی روحیش تاثیر منفی گذاشته بود. حسابی ضعیفش کرده بود و قشنگ شاهد بودم که وسوسه شده که دوباره بره سمت مواد. اما من خیلی به روش نمی آوردم. یه روز از بیرون اومد و از حالت چشماش و کارهاش فهمیدم که مواد زده. وقتی اومد اصلاً حال خوشی نداشت. همون موقع باهاش بحث نکردم. اما حالش که جا اومد باهاش کلی بحث کردم و گفتم چرا دوباره مواد رو مصرف کردی؟ اونم فوت خواهرش رو بهونه میکرد. میگفت حالم بد بود. از این جور بهانه‌ها دیگه.
از اون موقع کیارش دوباره رفت سمت مواد. هرچی زحمت برای ترکش کشیده بودیم به باد رفت. من رفتم یه عالمه تحقیق کردم تا بالاخره تونستم یه بیمارستان اعصاب و روان خیلی خوب پیدا کنم که خیالم راحت باشه به بهترین نحو از کیارش مراقبت میکنن. به هم تضمین میدن که بدنش پاک میشه و کمکش میکنن که دیگه سمت مواد نره. اون بیمارستان حتی تا چند وقت بعد از ترک بیمارشون هم اونا رو به حال خودشون رها نمیکردن. یه سری جلسات برگزاری میکردن تا بیمارا توی اون محیط دور هم جمع بشن و به هم دیگه انگیزه بدن برای مقاومت در برابر وسوسه‌هاشون. این برای من خیلی خوشایند بود. اما راضی کردن کیارش، اونم برای بار دوم، خیلی کار سختی بود. اون دیگه زیر بار نمیرفت که بره ترک کنه. یه جورایی مارگزیده شده بود، چون توی اون کمپی که سری پیش میرفت خیلی اذیتش کرده بودن. غذاهای درست و حسابی بهش نمیدادن. داروهاشونو به زور بهشون میدادن. با روشای بدی باهاش رفتار میکردن، غرورشونو میشکستن. اینا چیزایی بود که کیارش واسم تعریف کرده بود و من فهمیدم که اصلا تجربه خوبی نداشته. برای همین انقدر از ترک دوباره بیزار بود که فرار میکرد. اما نشستم حسابی باهاش حرف زدم که حتی یه دونه از مشاور از همون بیمارستان رو آوردم باهاش صحبت کرد تا بالاخره راضی شد و بردیمشون بیمارستان و بستریش کردیم. مدتی که کیارش باید اونجا میموند طولانی تر از سری پیش بود. حدود 40-50 روز اونجا بستری بود. من خیلی دلتنگش میشدم، اما به خاطر خودش تحمل میکردم و خودم رو بهش نشون نمیدادم که هوایی نشه و مقاومتش رو از دست نده. خیالم راحت بود که اونجا بهشون میرسن و مدام سراغش رو از دکترا میگرفتم. با دکترش تلفنی حرف میزدم و اونم نتیجه آزمایشات کیارش رو بهم میگفت. ذره ذره پیشرفت کیارش منو خیلی خوشحال میکرد. حتی چند روز یه بار واسش گل میفرستادم تا خوشحال بشه، برای ادامه ترک انگیزه بگیره. هنوز کیارش از بیمارستان ترخیص نشده بود که یه روز که داشتم از خونه میرفتم بیرون، ماشین احمد رو توی کوچه دیدم. اول شک کردم، ولی بعدش گفتم نه اون نیست. ولی وقتی احمد از ماشینش پیاده شد مطمئن شدم که خودشه. سعی کردم ازش فرار کنم، اما اومد دنبالم و بهم گفت که هدیه، من نتونستم فراموشت کنم و همش بهت فکر میکنم. هنوز دوستت دارم. بهش گفتم من شوهر دارم، دست از سرم بردار. اونم گفت منظورت اون آدم مفنگیه؟ گفتم دهنتو ببند، برو گورتو گم کن. ازش فاصله گرفتم و رفتم. بعد از چند روز که از ماجرای احمد گذشت، موقع ترخیص کیارش بود، با ماشین رفتم دنبالش. وقتی از بیمارستان اومد بیرون اصلا انگار 180 درجه تغییر کرده بود. شده بود همون کیارش صحیح سالمی که برای اولین بار دیده بودمش. خیلی خوشحال شدم و از ذوق پریدم بغلش کردم. 1000 بار گفتم که بهش افتخار میکنم. اصلا پوستش روشن شده بود و حتی به این فکر میکردم قراره مثل سری قبل لاغر شده باشه. اما اتفاقا خوب بود و حتی یه کوچولو هم لپ‌تر آورده بود. روحیش خیلی خوب بود و مدام میگفت که ازت ممنونم. خیلی از این بیمارستان راضی بودم. منم خیلی خرسند میشدم که بالاخره تلاشم جواب داد. کیارش سلامتیش رو به دست آورده بود. من یه جورایی خودم رو توی اعتیاد کیارش مقصر میدونستم. بلایی که سرش اومده بود توطئه پدر من بود. کیارش قربانی دست بابام شده بود. کیارش بعد از برگشتنش از بیمارستان هم توی جلسات بیمارستان شرکت میکرد. همه دکتراش از روندش خیلی راضی بودن و تشویقش میکردن. هر 2 هفته یک بارم میرفت پیش دکتر خودش و ماهی یک بارم آزمایش میداد. با گرفتن نتیجه پاک بودن بدنش جفتمون کلی خوشحال میشدیم. اون روز رو به مناسبت سلامتی کیارش دوتایی با هم جشن میگرفتیم. فکر میکردم زندگیمون داره رو به بهبودی میره. تازه میتونیم یکم طعم خوشی رو بچشیم که کم کم حس کردم رفتارای کیارش یکم سرد شده بود. توجهش نسبت به هم کم شده بود. زیاد با هم بیرون نمی اومد و دیگه مثل قبلا قربون صدقم نمی رفت. یکم بهش شک کرده بودم که نکنه پای کس دیگه ای در میونه. تا یه روز خود کیارش اومد جلوم نشست و گفت هدیه، با همه شرمندگی باید یه چیزی رو بهت بگم. گفت دلم تاب نیاورده بهت هیچی نگم. گفتم خب بگو چی شده؟ گفت مدتی از کسی خوشم اومده و فکر میکنم که عاشقش شدم. من حس کردم قلبم وایساد. پیش خودم میگفتم آخه کیارش داره چی میگه؟ بهش گفتم کیارش میفهمی چی میگی؟ تو زن داری، من زنتم. گفت میدونم به خدا، ولی هر کاری کردم نتونستم از ذهنم بیرونش کنم و دلم نیومد بیشتر از این هم به تو دروغ بگم و پنهون کاری کنم. بغضم ترکید و دیگه اشکم در اومده بود. اما حرفای کیارش تمومی نداشت و وسط عذرخواهیاش بهم گفت که تلاششو کرده که قید اون زنو بزنه، اما نتونسته. بدجوری مهرش به دلش نشسته.
یهو از ذهنش پرید که چند باری هم با هم قرار داشتن. که دیگه اینجا من از خودم بیخود شدم و گفتم خجالت بکش. صدامو بردم بالا و شروع کردم باهاش دعوا کردن. بهش میگفتم الان از من چی میخوای؟ چی کار کنم؟ چه انتظاری از من داری؟ گفتم میخوای بذارم با اون زنه خوش باشی و من از زندگیت برم؟ گفت نه. گفتم پس چی؟ میخوای باشم و چشامو ببندم؟ میگفت نه نمیدونم. خیلی بحثمون بالا گرفت و وقتی فهمیدم که کیارش حسابی دلش گیر کرده و دیگه منو نمیخواد، به این نتیجه رسیدم که برای غرور خودمم شده باید از زندگیش برم. دیگه توی زندگی و قلب کیارش برای من جایی نبود. فقط به کیارش گفتم حداقل بهم بگو کی و کجا باهاش آشنا شدی. گفت توی همون بیمارستان. تعجب کردم و گفتم چه جوری؟ گفت انگار یکی از پرستارای همون بیمارستانی بوده که توش بستری بوده. همونجا از همدیگه خوششون اومد و این مدتی هم که این توی اون بیمارستان بوده اون مدام بالا سرش بوده. با هم وقت میگذروندن. وقتی هم که کیارش مرخص شده بود با هم در ارتباط بودن. چند بارم بیرون همو دیده بودن. به کیارش گفتم باشه برو دنبال همونی که میگی عاشقشی. اما ازت میخوام که منو طلاق بدی که حداقل عزت نفس من حفظ بشه. اونم با اینکه خیلی اولش مخالفت کرد، عده کسایی رو در می آورد که منو دوست داره و به فکرمه، اما آخر راضی شد و اومد تا توافقی از هم جدا شیم. منم هیچ پول و مهریه‌ای ازش نگرفتم چون احتیاجی به پول اون نداشتم. با پولایی که خودم برای خودم در آورده بودم یه خونه گرفتم و فقط به مامانم گفتم که از کیارش جدا شدم. بیشتر از اینم واسش توضیح ندادم. همچنان با بابام قهر بودم، اما مامانم اخبار جدید زندگی منو بهش داده بود. من برای خودم تنهایی زندگی میکردم و سعی میکردم صورتمو با سیلی سرخ نگه دارم. یه روز مامان بابا با یه جعبه شیرینی اومدن خونم و بعد از مدتها بابامو دیدم. میگفت برای آشتی اومده. پیشونیمو بوسید و گفت خوب نیست با یه دونه دخترم این همه وقت قهر باشم و دلم واسه تنگ شده بابا. تا نشسته بود 1000 بار عذرخواهی کرد و گفت در حقت بد کردم. من چون بابام بود نمیتونستم روشو زمین بذارم و باهاش آشتی کردم. خیلی طولی نکشید که مثل سابق شدیم. حتی یه کار توی شرکتش واسم راست و ریز کرد. خیلی زود متوجه شدم بعد از عروسی من و قضیه عروسی واقعا ضربه محکمی بهش وارد شده. شرکتش نسبت به قبلا که اونجا کار میکردم واقعا افت کرده بود. بابام یه روز بهم گفت که شب بیا پیش من و منم یکم خورده ریز خریدم و رفتم پیششون. بهم گفت که میخوام جدی باهات صحبت کنم. اولش با این شروع کرد که تو هنوز خیلی جوونی و حیفه که تا آخر عمرت بخوای تنها بمونی و اینجوری در حقت ظلم میشه. هنوز کلی فرصت داری و از اینجور پند و اندرزا که دیگه داشت خستم میکرد. بهش گفتم لطفاً برو سر اصل مطلب. بهم گفت که احمد هر چند وقت یک بار بهش زنگ میزده و میگفته که هنوز دخترتون رو میخوام، اما چون من شوهر داشتم بابام دست به سرش میکرده. اما حالا که خبر طلاق من به گوشش رسیده بود پا پیش گذاشته بود که بیاد خواستگاریم و بابام اومده بود که همینو بهم بگه. وقتی بابام مسئله خواستگاری احمد رو مطرح کرد من به بابام گفتم که احمد یک بار منو پس زده. من به غرورم بر میخوره که دوباره برگردم سمتش. نمیخوام باهاش ازدواج کنم. اما بابام بهم گفت که اون موقع به خاطر باباش عقب کشیده بود و خودش میخواسته با من ازدواج کنه. اما باباش مجبورش کرده بود. منم به بابام گفتم خب بابا تو الان راضی من برم تو خونه خانواده‌ای که یه زمانی منو پس زدن؟ بابام اینجا دیگه جوابی نداشت بده. اما زد توی جاده خاکی و گفت شاید الان دیگه پشیمون شده باشن. خلاصه همه ی تلاشمو کردم تا به بابام حالی کنم من دیگه رغبتی به ازدواج با احمد ندارم. اما بابام 1000 تا دلیل می آورد تا منو راضی کنه. من تا یه مدت موفق شدم بابام رو دست به سر کنم که دوباره برای ازدواج با احمد بهم مشاوره نده. مامانم یه ویروسی گرفته بود و یکم حالش ناخوش بود. توی خونه خودمون بستریش کرده بودیم و پرستار واسش گرفته بودیم. دکترش هم توی خونه می اومد براش نسخه می نوشت. یه روز که شبش رو من خونه بابام پیش مامانم مونده بودم دیدم که وقتی مامانم نبود چند نفر اومدن دم خونمون و با بابام جر و بحث کردن. من نگرانش شدم و ازش پرسیدم که چی شده. گفت فعلا به مامانت نگو ولی شرکت ورشکسته شده. چند تا طلبکار پیدا کردم، اونا هم الان اومدن با من بحث کنن. من خیلی برای پدرم ناراحت شدم. چند وقتی بود که خودمم به مدارک شرکت شک کرده بودم. میزان دخل و خرج شرکت درست جور در نمی اومد.
اما خب فکر می‌کردم شاید یه بخشی از مخارج شرکت بوده که من ازش بیخبرم. تا بالاخره مشخص شده که بابام داره ورشکسته میشه. ما تا یه مدت قضیه ورشکستگی رو از مامانم پنهون کردیم. چون اضطراب اصلا واسش خوب نبود. ممکن بود حالش رو بدتر کنه. اما خب طلبکارا پاشنه در خونه ما رو کنده بودن. هر چقدر ما پنهون کاری میکردیم اما مامانم شک کرده بود. انقدر پرسجو کرد تا بابام دیگه نتونست خودداری بکنه و گفت که من ورشکسته شدم. برای نجات دادن شرکت به 10 میلیارد پول احتیاجه. سرمایه گذار میخوایم. مامانم خیلی ناراحت شد و وضعیت بیماریش اوت کرد. اما پزشکای خوبی بالا سرش می اومدن و با داروهای گرون قیمت تونستیم جونش رو نجات بدیم. احمد همچنان زنگ میزد به بابام برای خواستگاری. این بار به بابام گفت که در مورد ورشکسته شدنش شنیده. اگه من قبول کنم باهاش ازدواج کنم، بابای اونم قبول میکنه سرمایه گذار شرکت بابای من بشه. بابامو از ورشکستگی میتونه نجات بده. بابام این مسئله رو با من مطرح کرد. منم وقتی شنیدم احساس عذاب وجدان گرفتم که میتونم به بابام کمک کنم ولی دارم از این کار سرباز میزنم. فکرامو کردم و گفتم احمد که آخرش دست سر من بر نمیداره. حداقل با اینکه بابامو نجات بدم خودمو از این وضعیت خلاص کنم. بالاخره اجازه دادم. احمد و پدر پولدار و سرمایه‌دارش اومدن خواستگاری من. قرار بر این شد که به محض اینکه من با احمد عقد کردم، بابای احمد با بابام قرارداد ببنده و برای سرمایه گذاری شرکت و اینکه بابامو از دست طلبکاراش راحت کنه. دیگه هر جوری که بود یه مراسم عقدی گرفتیم و هممون منتظر بودیم که بابای احمد همونجا قرارداد و با بابام امضا میکنه. اما خب هی میگفت که حالا امشب رو خوش باشیم، حرف کار رو نزنیم و به بهونه‌های مختلف حواس بابامو از قرارداد پرت میکرد. عروسی تموم شد. من و احمد رفتیم خونه و احمد اون کاری که لازم بود رو انجام داد و صاحب من شد. من دیگه از هر لحاظ زن احمد و انگار یه جورایی جزو دارایی اون بودم. هیچ حسی بهش نداشتم. فقط به خاطر بابام بود که لمس شدن تنم توسط دستاش رو تحمل میکردم. فردا صبحش منتظر بودم که باباش با بابام قرار بذاره و معامله‌ای که داشتن رو انجام بده. بابام هی خودش سراغش رو میگرفت. مدام بهش زنگ میزد و پیگیر معامله‌شون میشد. از بیخبری‌های بابای احمد ناامید نشد. اما بابای احمد دیگه هیچ وقت سراغ بابای من نرفت و طلبکارا هم با پلیس رفتن در خونمون و بابامو دستگیر کردن و بردنش بازداشتگاه. به خاطر بدهی‌های گرونی که داشت حکم سنگینی واسش بریدن. مادرم هم زیر فشار همه این اضطراب‌ها مریضیش اوت کرد و فوت شد. من میخواستم از احمد جدا بشم اما به خاطر روابط و ثروتی که داشت هیچ وقت اجازه نداد این اتفاق عملی بشه. تا آخر عمر منو اسیر خودش مثل یه زندانی نگه داشت و خونم رو توی شیشه کرد.